الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان شنونده، امیدوار هستم در هر جایی که هستید در زیر سایه رحمت الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و خداوند سبحانه و تعالی عبادات و نمازها و تمام دعاها و نیایش‌های ما را در پیشگاه خود قبول بکند و بپذیرد ان شاء الله. بینندگان عزیز، بحث ما در این قسمت از برنامه در مورد مذمت و نکوهش بدعت از دیدگاه قرآن کریم می باشد. آنچه را که قرآن کریم به آن اشاره دارد و آن را مذمت می کند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن ما را تشویق به پیروی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم می کند و ما را برحذر می داند از اینکه سرپیچی بکنیم نسبت به آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند. و همچنین در آیات قرآن عظیم الشأن الله سبحانه و تعالی ما را منع می کند از اینکه ما به سوی بدعت روی بیاریم یا اینکه بدعتی را در دین ایجاد بکنیم. الله متعال جل جلاله در سوره مبارکه مائده آیت 3 می فرماید: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. می فرماید امروز دین را بر شما تمام کردم، آنچه که از احکام بود برای شما گفتم و چیزی را برای شما باقی نگذاشتم. خداوند جل جلاله در قرآن و در کلام خود برای ما بیان می کند که هیچ چیزی را من برای شما نگذاشتم. هیچ چیزی را الله سبحانه و تعالی ترک نکرده مگر آنکه آن را بیان نموده، در موردش سخن گفته، در موردش الله سبحانه و تعالی گفته که این چیز خوب است، این چیز بد است، و یا تفصیلاتش را به پیامبرش معول کرده و پیامبرش صلی الله علیه و سلم آنچه را که باید میگفتند برای ما گفتند و چیزی را برای ما باقی نگذاشتند. بدون شک در این آیه مبارکه، یعنی در سوره مبارکه مائده، خداوند جل جلاله میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم. بیننده عزیز، به این آیه دقیق متوجه باشو. ببین الله چی میگوید. برادرم و خواهرم، الله میگوید الیوم اکملت لکم دینکم، دین را من به شما تمام کردم. پس خواهرم و برادرم، وقتی دین بر ما تمام شده چی نیازی به این داریم که ما بدعت از پیش خود بتراشیم؟ این آیه نکوهش بسیار سختی بر انسانهای مبتدع هست. این آیه نکوهش سختی است بر انسانهایی که دنبال رسم و رواجهای غلط می روند و دین را رها می کنند. این آیه نکوهش سختی است بر انسانهایی که نعوذ بالله به زبان حال خود معتقد بر این هستند که دین کامل نشده. الله میگوید دین را من کامل کردم. الله میگوید دین کامل شده و هیچ کس حق تصرف در دین الله را ندارد. هیچ کس حق تصرف در دین الله را ندارد که چیزی را از دین الله زیاد کند و چیزی را کم کند. هیچ کس. الیوم اکملت لکم دینکم، دین را من به شما تکمیل کردم و هیچ چی را برای شما باقی نگذاشتم مگر آنکه در موردش سخن گفته شده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. یکی از تفاسیرش اینه که ما در قرآن هیچ چیزی را ترک نکردیم مگر آنکه در آن بیان شده. آنچه که ضرورت امت اسلام بوده، آنچه که انسان را به الله نزدیک می کند در قرآن بیان شده. پس ما چی نیازی به بدعت داریم؟ چی نیازی به این داریم که فلانی ولد فلانی بیاید برای ما دین بتراشد، برای ما دین را بیان بکند از پیش خود؟
اضافه کند و آن را بدعت حسنه بگوید. ما به هیچ کس نیازی نداریم. قرآن برای ما کافی است، احادیث پیامبر برای ما کافی است. این دوتا مصدر تشریع هستند. اجماع امت، اینها مصدر تشریع هستند برای ما. قرآن، سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس ما نیازی نداریم به این که به بدعت رجوع بکنیم. نیازی به این نداریم که کسی برای ما دین بسازد، چون دین را الله تکمیل کرده و این تکمیل شدن دین را خودش گفته الیوم اکملت لکم دینکم، من دین را به شما تمام کردم. این آیه اول که رد صریحی بر بدعت هست، بر آنچه که جدیداً در دین ساخته میشه و قصد قربت بر آن هست. آیه بعدی در سوره مبارکه انعام هست. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه، سوره انعام، میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، این راه راست من است. الله سبحانه و تعالی میگوید که ان هذا صراطی مستقیما، این راه مستقیم من است. دین اسلام راه مستقیم است. قرآن، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم راه مستقیم هست، راه روان هست، کجی ندارد در آن. این راه مستقیم است. آیا به همین که راه مستقیم را شناختیم تمام؟ الله سبحانه و تعالی در اینها میفرماید ولا تتبعوا السبل، شما از راههای متنوع و راههای گوناگون پیروی نکنید. الله ما را منع می کند از این که ما از راههای مختلف و راههای گوناگون ما پیروی بکنیم. بعدن الله سبحانه و تعالی می فرماید فتفرق بكم عن سبیله، این که شما از راههای مختلف پیروی بکنید شما را از راه متفرق میکنه، از راه حقیقی، از راه حقیقت، از راهی که شما را به سعادت و خوشبختی میرساند شما را منحرف میکنه. اگر انسان از راههای مختلف شیطانی پیروی بکنه بدون شک این انسان گمراه میشه، این انسان به سوی گمراهی میرود. در این مورد مفسر بزرگ حضرت مجاهد رحمه الله از بزرگان مفسرین و از بزرگان تابعین میفرماید که مراد از سبل که در اینجا خداوند جل جلاله گفته مراد بدعتها و شبهه هاست. خداوند میگه ولا تتبعوا السبل، از بدعتها، از شبهه ها پیروی نکن، دنبال روی نکن، آنها را بگذار کنار. آنچه که بدعت هست، آنچه که در دین اضافه شده آن را ترک بکن. راه مستقیم هست، راه مستقیم را بگیر و دنبال راه مستقیم برو. در مورد این راه مستقیم که الله سبحانه و تعالی میفرماید و ان هذا صراط مستقیما، حدیثی هم وجود دارد که به خدمت عزیزان این حدیث را همچنان روایت میکنم. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست مبارکشان خط کشیدند و گفتند هذا سبیل الله مستقیما، این راه راست الله است. همین خط مستقیم راه راستی است که الله سبحانه و تعالی در آن شما را قرار داده. بعد فرمودند که سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم در این راه مستقیمی که کشیدن خطوط دیگری در پهلوی این راه کشیدند، خطوط دیگری این طرف خطوط دیگری کشیدند. بعد حضرت عبدالله ابن مسعود میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بر هر کدام از این راههایی که بر سر راه مستقیم قرار دارد شیطانی وجود دارد که انسان را با آن دعوت میکند. شیطان میگوید بیا طرف من،
این شیطان یا در لباس بدعت می آید، در لباس شبهه می آید، در لباس گناه کبیره می آید، در لباس گناه صغیره می آید، در لباس شرک می آید، در لباس های مختلف این شیطان می آید و شما را از راه مستقیم الله منحرف می کند به جهت دیگری. این خطی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، خط مستقیمی که کشیدند، معنای بسیار وسیع را در بر دارد. این خط مستقیم راه الله است، ولی این خطوط دیگری که قرار دارد، این خطوطهای و خطهای شیطانی است که در لباسهای مختلف این شیطان داخل می شود، که یکی از این راهها همانا بدعت هست. بدعت هست که شیطان از این طریق الله را از انسان ناراض می کند و شیطان از انسان راضی می شود. شیطان خیلی خوشش می آید از این که انسان به بدعت رجوع بکند، به سوی بدعتی برود، چون انسانی که بدعتی را مرتکب می شود برایش گناه نمی داند، آن را ثواب گفته انجام می دهد. گناه را ثواب گفته انجام می دهد، می گوید که این که مزد دارد، این که پاداش دارد، این که کار خوبی هست، که این کار را بد گفته، در حالی که خداوند جل جلاله در آن مورد چیزی نگفته، پیامبرش صلی الله علیه و سلم چیزی نگفتند، ولی انسان این را خوب می داند. شیطان بزرگترین حربه است که از طریق بدعت بر انسان غلبه می کند و انسان را گمراه می کند. و همچنین در آیات دیگری هم خداوند سبحانه و تعالی می فرماید در سوره مبارکه آل عمران، آیه طولانی است. الله سبحانه و تعالی می فرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ایمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الى آخر. آیات 105 104 106 و 107 سوره مبارکه آل عمران هست. آیات 105 106 و 107 سوره مبارکه آل عمران. الله سبحانه و تعالی می فرماید شما مانند کسانی نباشید که تفرقه و اختلاف را برگزیدند پس از آن که خداوند جل جلاله آیات روشنگر خود را با آنها بیان کرد. و الله سبحانه و تعالی می فرماید که اینها عذاب بزرگی را در انتظار دارند، کسانی که اختلاف را، تفرقه را قبول می کنند. آن روز که روحهای آنها سفید و سیاه می شود. بعد خداوند جل جلاله در مورد هر کدام مفصل توضیح می دهد. اما آنچه که در اینجا ما بیان می کنیم از قول مفسر بزرگ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که می فرماید یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این گونه تفسیر میکنه، میگه که حین تبیض وجوه اهل السنه والجماعه، کسانی که روح آنها سفید می شود اهل سنت و جماعت هستند. زمانی که روحهای اهل سنت و جماعت سفید می شود، شادان می شود، و این انسان ها اهل سنت و جماعت هستند. و می فرماید و تسود وجوه اهل البدعه والفرقه، کسانی که روحهای آنها سیاه می شود اهل بدعت هستند، اهل تفرقه هستند، اهل فرقه بازی هستند، این فرقه اون فرقه، و فرقه های مختلف در میان خود به وجود آوردند. اینها مراد کسانی هستند که آنها اهل بدعت هستند که الله سبحانه و تعالی می فرماید روحهای اینها سیاه می شود در روز قیامت. این موضوع را امام ابن کثیر رحمه الله از ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده. تفسیر ابن کثیر جلد دوم صفحه 92. اما در مورد فرق بازی ها مطالب انشاءالله بیان می کنیم. اجازه دهید که وقفه از اتاق فرمان بگیریم و بعد از آن انشاءالله حدیثی که در مورد فرق بازی هاست به خدمت شما عزیزان و گرامیان بیان می کنیم که در واقع این مطلب هم ربط تنگاتنگی به موضوع
برنامه امروز ما دارد. رسال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز، حدیثی که در این مورد بیان شده در مورد فرقه بازی ها که ما باید جدا از فرقه بازی ها بپرهیزیم، به خصوص اهل بدعت که از آنها پرهیز بکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را از جمله آنها نگرداند. در این مورد حدیثی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اهل کتاب، یهود و نصارا، آنها بر دین خود به 72 گروه تقسیم شدند. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اما در میان امت من 73 فرقه تقسیم می شوند. امت من در دین به 73 فرقه تقسیم می شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث می فرمایند که همه اینها 72 گروه اینها در جهنمند، در آتشند. 72 گروه در آتش می مانند و یک گروه از اینها و واحدتون فی الجنه، یک گروه از اینها در بهشت می رود و در بهشت است. و هی الجماعه، این گروه سواد اعظم مسلمان هاست، گروه اهل سنت و جماعت هست. اما اهل بدعت تحت هر نام و گروهی که باشد جایگاهش همان جهنم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن اشاره کردند. این حدیث را امام ابی داود در سنن خود روایت کردند، حدیث شماره 4597. بله عزیزان، این است سرانجام فرقه بازی ها. هر فرقه ای که در دین به وجود بیاید جز فرقه اهل حق، فرقه ای که راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه پیامبر را پیش میبرند، همه اینها غیر از این فرقه همه اینها اهل جهنمند. پس ای برادر و خواهر مسلمانم، چنگ بزن به قرآن، چنگ بزن به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و راه و روش پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیش بکن و راه و روش گمراهی، انسانهای گمراه را از خود دور بکن تا مبادا خدای نکرده اهل جهنم شوی بدون آنکه بدانی. بله بینندگان گرامی، این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم رد بر این است که کسی بیاید در دین چیزی را اضافه بکنه. در مورد احادیثی که در این مورد وارد شده در مورد بدعت ان شاء الله صحبت خواهیم کرد در برنامه آینده اگر الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده. اما این بدعت انسان را در این فرقه بازی ها داخل می کند. این فرقه ها غیر از فرقه اهل سنت، غیر از فرقه ناجیه، همه اهل جهنمند. این سخن را رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میگویند. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره حشر آیت 7 میفرماید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای شما آورده چون پیامبر الگوی شماست بپذیرید و آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرده از آن پرهیز کنید، از آن برحذر باشید، خود را دور کنید از آن. بدعت یکی از چیزهایی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از آن منع کردند، برحذر داشتند.
ایاکم و محدثات الامور، ایاکم و محدثات الامور پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند. شما خود را برحذر دارید از بدعات، از چیزهای جدید و نوپیدا در دین. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه را که شما را الله سبحانه و تعالی می‌فرماید، آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرده، از آن پرهیز کنید، از آن برحذر باشید. بله، وقتی انسان از اینها برحذر باشه و بر راه و روش اهل سنت و جماعت و بر راه و روشی که خداوند جل جلاله آن را برای بندگان خود در قرآن بیان کرده و راه و روشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امت خود ترسیم کردند، انسان باید به آن را برود و راههای گمراهی را از خود دور بکند. راههایی که انسان را منتهی می کند به جهنم، انسان از خود دور بکند. الله سبحانه و تعالی با صراحت کامل می فرماید که و ما آتاکم الرسول فخذوه، آنچه را که پیامبر به شما آورده آن را بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را از آن منع کرده دوری کنید، آن را از خود دور کنید، برحذر باشید از آنها. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه نساء آیت 115 می فرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصلیه جهنم و ساءت مصیرا. الله متعال می فرماید هر کس پس از این که راه هدایت را خداوند به او روشن کرده با پیامبر به مخالفت برخیزه و راه غیر از راه اهل ایمان انتخاب بکنه، در واقع الله می فرماید که ما او را به جهنم می اندازیم و جهنم بسیار سرنوشت بدی است. انسانی که در جهنم در می آید سرنوشت بدی را دنبال خود دارد. اهل بدعت مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم می کنند. اهل بدعت مخالفت با جماعت مسلمین می کنند. پس بناهن وقتی که چنین است، اهل بدعت رجوع به سوی بدعت می کنند، رجوع به سوی گمراهی می کنند و راه غیر از راه پیامبر، راه غیر از راه سبیل مؤمنین انتخاب می کنند. الله سبحانه و تعالی می فرماید که نولیه ما تولی و نصلیه جهنم، ما او را به جهنم در میاریم، او را به جهنم می افکنیم، او را به جهنم داخل می کنیم. و جهنم جای خوبی است؟ نه. و ساعت مصیرا، جهنم بسیار جای بدی است. انسان را متوجه این را می کند که ای انسانی که تو خلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم کاری را اجرا می کنی و انجام می دهی، ای انسانی که تو به دنبال بدعات و خرافات هستی، ای انسانی که مخالفت سنت پیامبر علیه السلام را می کنی، متوجه باش که جهنم جای بدی است. پس بیاییم به راه حقیقت همه من و شما دست بزنیم و از راه گمراهی و از راه تشتت و پراکندگی دور باشیم، همچنان که خداوند جل جلاله به ما میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا، همه به دین خدا چنگ بزنید و از این فرقه بازی ها و از این گمراهی ها و از این کارهایی که خلاف شرع هست، خلاف سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، جدا پرهیز بکنیم. به امید این روز همه شما را به الله سبحانه و تعالی میسپارم تا برنامه آینده که ان شاء الله در مورد مذمت بدعت از دیدگاه سنت پیامبر علیه السلام صحبت خواهیم کرد. همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.